این پیام مخصوص ننیم است. ننه جان، خدا جان ما این باره که رمضان فرض کرده، بولانی فرض نیست، آشک فرض نیست، پلو فرض نیست. الا بتیره ده مردم. خودت خود آشپزخانه هستی مجبوری ما را هم ده مو آشپزخانه ماندی. گشنه است سرات هم دور میخوره، روغن روغن روغن، 4 طرف روغن میبینی. هم میبینی هم باز وقت الله اکبر گفت مجبور هستی میخوری دیگه. خود زحمت کشیدی، وقت پخته نکنی مجبور میشیم این چی را نمیخوریم. نکو مادر الا بتیرد مردم. یک روزه است خدا جان روزه را جور کرد که میدا یک ذره پاکسازی شوه. و قدر ده 11 ماه نخوراندی که ده 1 ماه میخورانی چربو زیاد.